نواری بسیار با مورد، با منطق، حالت امروزه مردم تاجیک دارم. من خودم شخصا این نوار یک 30 بار شاید تماشا کردم. هر گاهی که تماشا کردم پیش نظرم یک چیز آمد. هر گاهی که تماشا کردم یادم به همین سیاستی رحمانوف رفت. گمان کردم در این نوار تمامی اون بدبختی، تمامی اون قتل، اون غارت، اون کشتار، اون سیاست پلید، غصب کردن مالکیت، اون نفرای بسواد، اون کارگر پلیسی که میره ظلم میکنه، همین مشکلی 32 ساله مردم، قتل مردمی بدخشان، زندانی مردمی کلاب، زندان آشورایی که در زندانی کلاب زندان شد، جدا از چندین نفر کشته شد، در راه چندین نفر زندان بچهای زندانی کشته شدن. همین چیزا را در همین نوار چند ثانیه من دیدم. واقعا یک جایی میبینیم با صحبت میکنیم. در این نوار همتون آشنا هستین. در صحیفات چرخ میزنه. اینجا میبیام این منظره میام استاپ میشم. به خدا در فکر میرم. پیش نظرم تمام اون شهر بچه‌هایی که امروز در زندانن، همینجا در استاپ میشم. یک غم اینی میشه. به خدا میبیام یک تدمی دلم در میزنم میبرو. یک ضربه است، یک ضربه سوزن است که خیلی شکافت میکنه. یعنی چی معنی داره این نوار؟ سرتاپاش معنی است. این نوار سرتاپای این نوار معنی و منطق زندگی امروزه ما است. نر بچه ها، یه دقیقه برادر جان، نر بچه ها، کسایی که گپ زنن، کسایی که حامی این وطنن، شهر بچه های واقعی در زندانن. پروفیسورش، دکترش، سودش، پرکرارش، بانکیرش، صاحب پول و مال و دولت گپ زنش، 4 تا اینمی افرادی به سواد و به خیرت. دیدن این نوار خیالهای ما را زندان میبره. خیالهای ما را در خیابانهای دوشنبه زنهای در دست عرابه میبره. خیالهای ما را وزارت‌هایی که امروزا کیها راهبرند میبره. خیالهای ما را میلیون ها مهاجری در بدر و بیچاره که یک قسمش دیپلم عالی داره، دیپلم سرخ داره، کلاس دیپلم داره. این نوار منطق 32 ساله حکمرانی رحمانوف چیکار میکنه برای ما نشان میدهد. در این نوار هم غم است، هم درد است، هم مصیبت است، هم مشکلات است، هم ظلم است، هم قتل است، هم خیانت است، هم جنایت است، هم فروختن زمین است، هم 4 تا افرادی به خیال و به کلا و افرادی به خیرت راهبر بدن شده در این نوار نشان میدهد. با دقت یک بار دیگه گوش کنیم برادران، نظر کنیم. اینا میبینین چی معنی داره. لباسی پلیس، نظامی، گنرال های ما، البته نه همه این افرادی هست که به وجدان است، اما در عموم اکثریت این گونه شخص ها هستند.
یه نقض نگاه کنین بانک. یه نقض نگاه کنین بیرق چی است. نقض نگاه کنین در کدام تیروبونه کب زده ایستاده هستیم. شعرهای این وطن در پنجره های بسته، در اتاقهای تنگ و تاریک دستشویی میشوند، دست توالت ها رو میشوند، سختترین کارها رو انجام میدن، گرسنه و تشنه میگردن. مردهایی که سزاوار این سرزمینن، سزاوار مسئولیت برداشت گرفتنن، اونها این میخوای خار هستن، خیلی افکار هستن. یک بار درهای زندان و خدا برین، بهترین جوانان، بهترین کادرها در اونجا درهاشون بسته است، سراشون میقپن، داد میگن. کیها را باور کردیم؟ عمرشون در تعلیم علمشون، عمرشون در دانشگاه و دانشکده و مدرسه و مکتب ها رفتن، دانش گرفتن. اما امروز یا که در ته خاک خوابن، یا که در کدام کشوری اروپایی غربت و مهاجرن، پس در این کارها رو انجام میتین. غلامن در روسیه، خونه یک روس معتاد روس شده، بیچاره در بدر شده، زندگی افته گشته است. بسیار عجیب است، نه؟ لباسش بسیار عجیب است، بسیار پیغام است برای ما. چهار تا ماشینی امروز تصمیم گیرنده است در جلسه های ما. 4 تا ماشینیکا میبیان از منبرها ما را تعلیم میتین، ما را علم میآموزانند، ما را فرهنگ میآموزانند، از نام ما در پارلمان و در وزارات و اداره ها گپ میزنند. این عمیق هستند. شیرا در زندان، نرا در زندان. این نوار هر جوانی که عقل سالم داره وارد فکرش میکنه. من گفتم که بخدا هر روزه 6 بار 7 بار در سیر شدم این نوار در تلفن من هست. شاید زیادتر از او پیش میبرم تماشا میکنم، تمام یعنی بدبختی را در پیش نظرم چرخ میزنه. تمام بدبختی امروز چرخ میزنه. یادم میره با بچهای زندان، یادم میره با بچه‌ای که الکی قتلشون کردن، شهادت به شهادت رسیدن، یادم میرسه با 2 میلیون مهاجری در بدر، یادم میره با جوانانی که در فرودگاه خوابن، یادم میرسه با جوانانی که چند روز پیش با تهمت دستگیرشون کردن، سراشون کل کردن، لطو کوبشون کردن، عضوهای بدنشون پاره کردن. یادم میره با جوانایی که در رسانه ها نمیدونم ازاراشون از تنهاشون برآوردن، ناورگیری کردن. یادم با او کودکی 5 ساله 6 ساله تجاوز شده میرسه. یادم با دلیر و یادم با عبدالله و یادم با پیر محمد و یادم با زوخی بیک و یادم با نسیم جان و با سهراب و با محمد علی حیات و با 10 جوانان دیگر یادم میره که اینا قربان شد. یادم با حاج عمر میره، بهترین نابغه، بهترین فرزند، بهترین نابغه. یادم با زید سعید میره که بهترین کادر، بهترین متخصص که امروز بهترین قاریای قرآن، بهترین علمای دین امروز در زندان. کیها راه برن، کیها گپ زنن؟ این 4 تا ماشینی، 4 تا فریبگر. سلامت باشین.